ولایت ختلان، دهه کنگورد. این دهه کلان که از چندین دهکده های خرد عبارت است، با طبیعت زیبا، تل و تپه های سرسبز و آدمان نامدارش شهرتمند است. اینجا مزار حاجی حسین کنگورتی جای مقدس و زیارتگاه مردم است. کنگورت با رادمردان خود عبیدالله رجب، تورخان احمد خان، فتاح آدینه، میرتالله عطا، کریم شوش، براد یخشی، کریم رحیم و دیگران می نازد و سری افتخار از ایشان دارد. انا در همین ده زیبا و در همین محیط بسا هم غنی معنوی، در محلی گذری تار، 2 اپریل سال 1958 تقریباً ساعتهای 6 و 18 دقیقه بامداد، در خانه عمک سعدالله گریه طفل نوزاد فضا را فرا گرفت. چی؟ hayda abi تو بچه تولد شد. دردم جانم خدا. یک اوریگام گرفته بود. بله. سعدالله این بچه گریه نوزاد تا حد بلند و پرقوت و جثه و وزنش نیز افزونتر از معیار می نمود که آن را والدین لطف خداوند دانسته لطف‌الله نام گذاشتندش. سعدالله مبارک شود. خداوند یک بچه نصیب گردانده، یک بچه دو بالای خوشرویی که چی نرسه خداوند لطف کرده به شما. خداوند لطف کرده باشه. نامشه لطفا میمونه. میشود. طبیعت زیبای دیار، مردمان هنرمند و خوش‌ذوق، فلک‌خوانی و گروغل سرای‌ها و تدریج در دل لطف‌الله کوچک مهر صنعت و هنر و زیبایی پرستی را گنجایش میداد. پدر او سعدالله دولت به هنگام فراغت از کار وزنین زندگی دوتار به دست گرفته از قهرمانی دلاوران چنبول مستان داستان میکرد. فرزندان به گرد پدر حلقه شده با دهان واز گوش به روایات او میکردند. افسانه های مادر کلام نیز که اصلا تربیه لطف‌الله بر دوش او بود چنین جاذبه داشتند. پیدا و مطالعه کردن کتاب خوبه، تماشای کینای عجیبی که در دهات نه همه وقت به تیزی میسر می شوند، برای لطف‌الله از گواراترین لحظه های مکتب خانه بود. بعضاً به کلوب دهات تئاتر می آمد که لطف‌الله با هر واسطه به تماشای آن راه می یافت. مدتها در اثر خوانده و دیده‌هایش خود را در آبرز این یا آن قهرمان پسندیده‌اش می‌دید. تدریجاً در قلب او نجیب‌ترین احساسات انسانی، دوست داشتن، به خروش می‌آمد. دنیای کودکی با همه شور و مغل، دو و تاز، بی‌سری و شوخی‌ها، بازی‌ها و ناز و نوزش سپری شد. نخستین مکتوب جوان عاشق، نخستین پیغام، نخستین رویمالچه گلدوزی عطرآگین، عشق اول، دل زیبا پرست او را از آرزو و هوس‌های شیرین لبریز می‌کردند. مونده نباشی تا ما رحمت باشم رحمت. خیلی کرته دوبته من میرم دوشنبه خوندنی اکتیور میشم تا در تلویزیون نشون میتن مرا. چی بشه؟ اکتیور میشم اکتیور. خود باشم با یک خد و خما در اون تلویزیون رو میگنجی؟ یا بالا میکنیم تا خر ودر میکنیم جو میشم. خیلی مایلش باشم. ولی اوشد کو بیا گنیا دو بتین. دارن دارن.
خای امین بچم پروردگار سفر دا بخطر کنه ساق سلامت برای برسی داخلی شاید مرتبه به سر بلند بخونید تمام کنید اکتیور شاید در تلویزیون برآمد کنید همه این با تماشات کنید الله اکبر دلی زیبا پرست و شوق به پایان هنروری او را به درگاه دانشکده هنرهای زیبا آورد. قبول شدم. سلام علیکم. مرحمت. شیم. ببخشید پسرم، ما شما رو قبول کردن نمیتوانیم. برای چی؟ شما از ولایت کلو، از دهه کنگور. امسال ما برای تئاتر کانی بادام شاگرد قبول میکنیم. شما سال دیگر بیایید، حتما قبول میشید. مرحمت. خوش نوبتی کی دارید؟ تمام شما قبول. بازار آمد. سلامت باشید. نوبتی کی؟ نوبتی کی بچه‌ها؟ باز تو. من میخوام داخل شم استاد یا بالا کنی شما مرا قبول کنین التماس استاد. من در قشلاق شرمنده میشم استاد. پسر جان، آخه من با تو گفتم که امسال ما برای تئاتر کانی بادام شاگرد قبول میکنیم. مایلش اگر تو راضی باشی که بعد ختم دانشکده در تئاتر کانی بادام کار کنی، آنگاه ما تو را قبول. من راضی استاد جان، شما یک بالا کنین مرا قبول کنین. من راضی. تو راضی؟ بله. تو قبول. رحمت استاد. سلامت. در دانشکده پایدیوار مهارت و استعداد او را استادان کسبی هنر تمر عبدالشکور و حاجی قل رحمت الله و دیگران استوار نموده او را به تئاتر مسحکه موسیقی شهر کانی بادام که حالا نام توفه فاضل آورا دارد راهنما می‌سازد. ولی کمیسریت حربی شهر کانی بادام به لطف‌الله امکانیت نمی‌دهد که در صحنه تئاتر مذکور کار جدی را به انجام رساند. اما بعد ادای خدمت مادر وطن در ارتش شوروی او با کمک و تشبث استاد عبیدالله رجب خود را به آغوش مادر تئاترهای تاجیک تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی انداخته آرزوهای شیرین خود را در جاده هنر جامه پوشان می کند. همین آغوش گرم مادری تئاترهای تاجیک سبب گشته که او بعداً سزاوار آغوش‌های زیاد می گردد. البته در این آغوش پرمهر در پهلوی اصلی برهانوف، توفه فاضل و گرمین ذوق بیکوف، عطا محمد جانوف، حبیب الله عبدالرزاقوف، مریم ایسایوا، هاشم گدایف، برهان رجبوف، محمود جان طاهری، ناصر حسنوف و دیگر اختران پرجلای تئاتر و سینمای تاجیک کار کردن برای هر یک هنرمند جوان راهجو مایه شرف و افتخار است. نقش های بازیده او در صحنه تئاتر به مثل بهادر از واپسین عروس امیر فضل‌الدین محمدی، سید از جنی خیره شادی صالح،
از این جان افسانه های موسیقی نورالله عبداللهیف، شاهزاده پرموده، بهرام چوبینه تورخان احمد خان، دان سنچاک، سعید کرنل، چوپان ایدیپی صفاکل، مبارک خان، فریاد عشق غنی عبدالله، مالچالین، داد از دست عقلی گریبایدف، لاچین، ترسی نورتبارف، دولت، درامه ملت سفر محمد ایوبی و غیره دلیل غیرت و مهر و صداقت بی پایان به هنر، به تئاتر می باشند. از ماه دکبر سال 2004 فعالیت ایجادی لطفالله دولت سمت تازه کسب کرد. او اکنون هنر اکتیاری را به راهبری گروه ایجادی صبح تلویزیون تاجیکستان و ماشین مسکریچ خود را به ژیگولی 07 تبدیل داد. با همان ماشین او ماه اکتبر سال 2006 از تویته راست به بهارستان رفت. همین طور لطفالله ماه فوریه سال 2008 در اوج سردی ها از بهارستان به کارخانه واحد دولتی کینا و ویدیوی تاجیک کینا به حیث راهبر رهسپار شد. سالهای 2009 2015 راهبری مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه را به دوش گرفته صفت فعالیت و برنامه های رنگین این شبکه را به سطح افتخار انگیز بلند برداشته است. طی این سالها فعالیت هنری لطفالله در سینمای تاجیک با آفریدن یک قطار نقش‌های جالب پهنای دیگری یافت. سال 2015 او باز بلانه خود با آغوش تئاتر لاهوتی اکنون به صفت راهبر مؤسسه وارد گشت. لطفالله دولت خیلی بر وقت قبل از اختراع و ساختن زن آهنین هنوز هنگام دانشجوییش با دختری بابای محمد عیسی عبارت بانو ازدواج کرده است و یکی از سببهای جوان و زیبا و نیرومند ماندن او محض همین همسر مهربان و پرطاقت و غمخوارش محسوب می شود. فرزندان خوب و با آداب و خوشرفتارش دردانه های والدانند که با چنین پدر شهرتیار افتخار می کنند و پیوسته می کشند که سزاوار نسب خیش باشند. دلیل معتمد شست کمالات بابای لطفالله، هرچند که او خود را تا حال نه بابا بلکه شوهری بیبی معرفی می کند، این قریب 20 نفر نبیره های دوسترویک و نازنین و شیرینک او می باشند و اگر نبیره کلانی رمضان جان غیرت کند می تواند در این سالهای نزدیک بابای لطفالله را به بابا کلان مبدل سازد. البته راه او از ده خرد گذر تار تا دنیای هنری بلند آنقدر طولانی نیست، اما کولوار و توشراه ایجادی او قابل توجه و کرای بررسی است. او با نقش‌های خود چون عاشق، چون فرزند دیار خود، چون زیایی، چون اهل زحمت، چون یک تن فرزند کوهستان، چون یک انسان محبوب مخلصان گشته است و زحمت‌های پربار ایجادی او را با جایزه اتفاق جوانان تاجیکستان، مدال خدمت شایسته و عنوان فخری هنرپیشه شایسته تاجیکستان قدر نمودند. شعار او در راه ایجاد و زندگی چنین است که خود ابراز می دارد: من چون به دنیا آمدم، این معنای آن را دارد که برای ملت و وطن عزیزم با احساس بلند افتخار و درک مسئولیت صادقانه خدمت خواهم کرد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرهنگ را هستی ملت نامیدند. برای هستی ملت تمام هستیم را دریغ نخواهم داشت.